سوال 35 مدل با مدل ها. وقتی شما مدل رو میبینید چی معنی دارد؟ یعنی درون این مدل چی نباشد؟ اگر این برابری 2 باشد در این مدل 2 احتمالیت است. یا این علامت سوال برابری 2 خودش میشد یا اینکه مینوس 2 است. این قاعده مدل است. و با یاری همین استفاده برده ما این مدل رو کار میکنیم. یعنی مدل من 3x مینوس 16 x مینوس 2 برابر 2 است یا اینکه 3x مینوس 16 تقسیم x مینوس 2 برابر مینوس 2 است. از ما سوم ریشه ها رو یاد میگن. از اینجا دو مدل رو باید کار کنیم. بعد حل این مدل ها مشکل نیست. ضرب درون بدرون میکنیم یعنی تناسب 3x مینوس 16 برابر است و 2x مینوس 2 باید کنیم. 3x مینوس 16 یک بار ضرب کنیم مینوس 2x جمع 4. x رو به یک طرف جمع میکنیم. عدد رو به دیگر طرف. 3x مینوس 2x برابر است به مینوس 4 جمع 16. از اینجا x برابر 12 است. از اینجا باشد 5x برابر 20 و x برابر 4 است. از ما سومه آنها رو میپرسند یعنی جمع آنها رو و جواب ما چند میشود؟ 16 میشود.